باش. Düşmüşüm kader mihnetim. Güldür, yarım güldür, derman sende. احسان چی شد؟ به کارت عادت کردی؟ عادت کردم فرمانده. دست داداش عامر درد نکنه، خیلی کمک میکنه. اصلا احساس غریبگی نمیکنم. خوبه. سلام، چطوره؟ ماشاءالله میبینم کیفتون کوکه. خب وامی ایستادید با هم خوش میگذروندی. عمو جان بلا به دور چیزی شده؟ نه عمو جون، آپاندیسام هر جفتشون با هم ترکید. خب دارین چی کار میکنی؟ رئیس جدید هیئت مدیرمون یه تصمیمی گرفتن. میخوایم شما رو بازنشسته کنیم آقا عباس. هیئت مدیره تمام اختیاراتتون رو ازتون میگیره. اینجوری میتونی وقت بیشتری واسه زن و بچه هات بذاری عمو جون. در ذهن این بازنشستگی یه فرصتی میشه که بتونی با زنمون نوجهانم آشتی کنی. عادلم روی اون صندلی می نشستم اونجا، ولی الان داداش عزیزم زیر خاکه. خب تو این دنیای فانی صندلی و مقام و منصب برای من چه اهمیتی داره ها؟ ولی واسه تو که اینطوری نیست عمو جون، درسته؟ آخ رو صندلی عمود نشستی، کیفت کوکه. خیلی وقت بود که توی این فکر بودی عمو جون. ببین من اینجا چی دارم. اینا رو از کجا پیدا کرد؟ شیرینی فروشی آورد. نگو که برادرزاده عزیز من با زنم و زمرد از خیلی وقت پیش سر و سری با هم دیگه داشتن. عمو جان کافیه. این چه حرفیه؟ این که از خیلی وقت پیش هم دیگه رو دوست داشتید و درک میکنم، ولی تو از سربازی برمیگردی میبینی عشقت داره با عمود ازدواج میکنه، بعد یهو عمود کشته میشه. تو چی میخوای بگی؟ ببینم عمو جون، من زمرد رو نگه میدارم، میگم بر حسب رسم و رسوم باید با لطیف ازدواج کنه، ولی تو زود برش میداری و باهاش عقد فوری میکنی. حرف بزرگترتو گوش نمیدی و زیر پا میذاری. تو داری چی میگی عمو؟ فرهاد آروم باش. آروم باش آروم. وای بدی به مشامم میرسه عمو جون، وای بدی به مشامم میرسه. نکنه به خاطر مقام و منصب و یه زن کارای بدی کرده باشی. تو چطور میتونی همچین تهمتی به من بزنی؟ چطور میتونی همچین تهمتی بزنی؟ چطور؟ میخوای منم بکشم؟ بیا بکش. یه دونه جون دارم اونم ازم بگیرید. بیاید بگیرید دیگه بابا. یه جون که بیشتر من به خاطر عمو عادلم جونم هم میدادم. تو چطور همچین تهمتی میزنی؟ ارزششو داشت عمو جون. یه زن و یه صندلی ارزششو داشت. دهنتو ببند. آروم دهنتو باش. ببند مرد که یاوسی. ولم کنین. برو. دهنتو ببند میکشمت. گم شو.
وقت اگه آپاندیسم حاد نکرده بود میگرفتمش زیر مشت و لگد لش میکردم. مگه تو بچگیش کم گوششو کشیدم؟ بی تربیت. بشینید راحت باشید. بفرمایید. آخ ای خدا. خیلی خوب، حالا یه بار دیگه تصمیماتتون رو بررسی کنید. مطمئن باشید عادلم همینو میخواسته. ممنون دونه جان. عباس چی شده؟ چرا اینجوری شدی؟ بگو دیگه پسرم، از نگرانی مردم. میگم ماما، میگم، ولی تو آروم باش. نمیخوام چیزیت بشه. باشه؟ خیره ایشالله. بگو. یادته که میگفتی بین سرهات و زمرد یه چیزایی هست؟ درست حد زدی عزیمت خانم. درست فهمیدی مادر قشنگم. سرهات قبل از این که بره سربازی عاشق این دختره شده بوده. دخترم تو غذاخوری کار میکرد. حتما اونجا با هم آشنا شدم. سرهاد وقتی سرباز بوده اینا رو واسه زمرد خانم نوشته. من میدونستم. منم رفتم پیشش ببینم اینا درستن، واقعیت دارن یا نه. میدونی چی کار کرد با من ماما؟ نگفت عموم مریضه، تازه عمل شده، کلی گرفت و منو کتک زد. اگه جلوشو نمیگرفتم منو میکشت. میخواست چیکار کنه؟ میخواست اختیاراتم ازم بگیره، باز نشستم بکنه. ماما واسه چی؟ واسه یه دختر دوزاری. ببین برادرزاده یه شیر پسرم، سرهاتم که خودم بزرگش کردم، داره با هم چی کار میکنه. ماما فکرای بدی به ذهنم میرسه. چی؟ اونم بگو. زبونم نمیچرخه که بگم. بگو. نکنه وقتی عادل و زمرد ازدواج کردن سرهات گول شیطونو خورده باشه، یه جهالتی کرده باشه. نکنه عادلو کشته باشه. ماما امکان نداره. امکان نداره. تنها هم بذار عباس. گفتم تنها هم بذار عباس. تنها هم بذار. باشه ماما باشه. خودتو هلاک نکن ماما. من رفتم، مواظب خودت باش. تنها هم بذار عباس. تنها هم بذار. آقا سرهات قول دادن از فردا سرویس همه میره جلوی در خونه‌شون و تا اینجا میاردشون. دستش درد نکنه.
خواهر وقت نشد نتونستیم حرف بزنیم. تو با آقا سرها چه نسبتی داری؟ من یکی از آشناهاشونم. ثانیه تو پیاده شو. من؟ آره ثانیه پیاده شو، میخوام ببرمت یه جایی. ببخشید وقتتون رو گرفتم. شب بخیر. چیزی بینشون هست دختر؟ دیدی آقا سرها چجوری به دختر جدیده نگاه میکرد؟ دستشو گرفت از باشی پیادش کرد. طرف تازه هم ازدواج کرده. ای وای من، بیچاره زمرد به زور با هم ازدواج کردن دیگه. روزگارش سیاه. زبونتون رو مار بزنه که همش غیبت میکنید. آقا سرها تا زمرد همدیگه رو دوست دارن، مطمئن باشید. تو دیگه چه جور شیطانی هستی؟ تو دیگه چه جور ابلیسی هستی؟ با سرحد قایمه که عاشق و معشوق بودی داره؟ آره؟ با ناز و عشوت نوم و پاگیر خودت کردی آره؟ وقتی هم خبر شهادتش رسید اون وقت چشمتو به عادلم دوختی. تو خونواده منو درب و داغونش کردی. بچه همو به جون هم انداختی. میدونستی که سرهات و عباس با هم دشمن شدن؟ دشمن! من عادلمو به خاطر تو از دست دادم. حالا هم فهمیدم سرهات عادلمو کشته. تو بهش گفتی بیا از دستش خلاص شیم، تو گفتی واسه اینکه بتونه با تو ازدواج کنه عموشو کشت. بسه دیگه، بسه برو از این خونه، برو بیا وسایلاتو جمع کن و برو از اینجا، برو دارم بهت میگم برو از این خونه، برو از این خونه، برو. عظیمت خانم، میدونم هرچی بگم باور نمی کنید. میدونم از نظر شما مقصر همه چی منم. اینم میدونم که هر کاری کنم نمیتونم قانعتون کنم. واسه همینم سکوت میکنم. ولی میخوام یه چیزو بدونید. من سراتو خیلی دوست دارم. از هر چیز دیگه تو این دنیا بیشتر دوستش دارم. در مورد عشق و دوست داشتن چیزی نگو. تو به مردای خانواده دمیرکان چشم دوختی و یکی یکیشونو شکار کردی. تو رعد و برقی هستی که به خونم افتاده. تو آتیش جهنمی هستی که وارد خونم شده. التماست میکنم، خواهش میکنم برو، هرچی بخوای بهت میدم، ولی برو، تو رو خدا برو، برو 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 برو. مامان بزرگ، سرات با من بیا مامان بزرگ. ولی سرحت عباس گفت که مامان بزرگ، تو این تهمتای چرت و پرت رو باور نکن و خودتو ناراحت نکن، خواهش میکنم. وقتی بهت نشون دادم که عباس دمیرکان کیه و پسر چه جور آدمیه، دیگه گول دروغای اونو نمیخوری. بیا بریم.
پخش بین المللی زبان فارسی از موبیتس مدیا انترتینمنت. ایشون کی باشن؟ معرفی میکنم مامان بزرگ. ثانیه تو شرکت ما کار میکنه. ثانیه میخواد یه چیزی بهت بگه. در مورد پسرت، درباره عباس دمیرکان. در مورد عباس؟ سرها چقدرم این نامه رو از ته دلش نوشته. به خدا وقتی که میخوندم جیگرم خون میشد. این بچه شعرهای عاشقانه خیلی قشنگی مینویسه. حالا برو جواب مامان بزرگتو بده ببینم. رئیس هیئت مدیرم نمیذارم بشی عمو جون. آخ نوجان، پشیمون شدی برگشتی خونه عشقم؟ سخنتان قیبی زده عباس. جواب تلفنامم نمیده. چند ساعته دارم بهش زنگ میزنم ولی پیداش نمیکنم. این دختره کجاست؟ یعنی چی نیست؟ تو چی داری میگی نوجان؟ یعنی چی که نیست؟ زمین دهن باز کرده این دختره رفته توش؟ از مدرسه فرار کرده. لطیفم خبر نداره. عباس خواهش میکنم دخترمو برام پیدا کن. دخترمو برام پیدا کن. این دختر این ساعت شب این بیرون چیکار میکنه؟ دخترم بابا بابا جون، بیا بیرون. بیا برو خونه. برو زود باش. بجام برو. بعدن تو رو از اون گوشات آویزون میکنم. شبتون به خیر و شادی باشه. شبتون خوش. تو تلگاهان نیستی؟ همونی که هر شب کلی پیام به دخترم میده؟ از آشناییت خوشبختم واقعا. 2 تا اگزوز داره نه؟ چند تا را میره؟ 280 290 یه همچین. ماشاءالله خوبه والا. منم میخوام یه ماشین اینجوری بگیرم. نکنه با این پسر خرپوله تورگاهان فرار کرد. تو رو خدا میبینی؟ آره میبینی عشقم. ببین یه روز ازم جدا شدی، دیدی چی به سرمون اومد؟ نوجان تو بمون اینجا. شاید اومد اینجا، اما نه کلن همینجا بمون نوجان. جایی نره باشه. همینجا بمون. منم میرم دخترمون رو نجات میدم. باشه؟ بیچارمون کرد. زندگیمون رو سیاه کرد. خونه خرابمون کرد. هم یتیم هم بی مادر بودی داره دخترم. خواهرت هم واقعا 18 سالش بود. داره آخه چطور ممکنه؟ پسر من چطور میتونه این کارو بکنه؟ ما رو ببخش دخترم. ما رو ببخش. کاش خواهرت هم ما رو ببخشه. ما خیلی به شما بدهکاریم.
تاوان گناهی که مرتکب شدیم خیلی سنگینه. نمیدونم چطوری باید جبرانش کنیم. این حرفو نزنید عظیمت خانم، این حرفو نزنید. خواهش میکنم ما رو ببخش. خواهش میکنم دخترم ما رو ببخش. خواهش میکنم ما رو ببخش. خواهرتم ببخشه. چطور دلت اومد با دختر 18 ساله این کارو بکنی؟ عباس الهی دستت بشکنه. کاش 18 سالش بوده. آی خدا باردار بوده. بلنش. اینجا چه خبره عباس؟ اینا کیان؟ اینا از فامیلامونن، از دوستای مامانم اومدن. به مشکل خوردن، اومدن از من کمک بگیرن. منم هر کاری از دستم برام میومد براشون انجام دادم. راستشو بگو عباس. زشته دیگه خانم. شما دیگه برین. چیزی هم لازم داشتین به من زنگ بزنید. مراقب دخترمونم باش. من تو رو ول نمی کنم دخترم. تو دختر منی، تو بچه منی. ولت نمی کنم. چطور تونستی عباس؟ چطور تونستی؟ تو چه آدم بی‌وجدانی هستی؟ خیر باشه آبجی، این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟ آبجی حرف بزن دیگه. خوبی؟ چیزی شده؟ ولم کن فتنت، ولم کن. چی شده آبجی؟ واسه چی عصبانی میشی؟ من اومدم کمکت کنم. من کمک نمیخوام فتنت. گورتو گم کن. حواست باشه آبجی نوجهان، نمیتونی با من اینجوری حرف بزنی. یعنی خیلی زشته. گفتم که حواست باشه. میکشمت. میکشمت، میفهمی؟ اینجوری شد دیگه. آره خیلی خوب، ولی بذار بهت بگم اتحاد بین ما همین امشب و همینجا تموم میشه. فردا پس فردا اگه چیزی از این مورد احتیاج داشتی، چیزی لازمت شد، به من رو ننداز. ببین فتنت، به خدا خفت میکنم. فهمیدی چی گفتم؟ فهمیدم آبجی. دیگه دوره نوجهان سلطان تو این امارت تموم شده. از این به بعد سلطان جدید سلطان فتنته که اوله. وای خدا، اگه باردارم بشم میشم سلطان فتنت مادر. چی کار باید بکنم؟ شاید باید معجونی چیزی به خوردش بدم. خدایا منو بنداز تو رویاهای عباس. از ته دلم امیدوارم چشمش به جز من هیچ کسی رو نبینه.
نمایش بین المللی زبان فارسی از موبیتس مدیا اینترتینمنت. مطمئنی همینجاست نیازی چاوش؟ همینجاست آقا. میگم پیتزا سفارش بدین. نه من هنوز گشنم نشده. بیچاره‌تون میکنم. بابا سخندانو ببریدش. بابا تو رو خدا با توگان کاری نداشته باش بابا. مرتی کن طولگان، تو با دختر من چی کار داری ها؟ تو به ناموس ما چشم داری؟ تو به دختر من چشم داری؟ تو رو خدا ولم کنین، ولم کنین بابا. طولگان، با دختر من چی کار کردی ها؟ تو چند سالته؟ چند سالته؟ 19 سالته؟ تو 19 سالگی به جای اینکه بری درس بخونی به ناموس و دختر مردم چشم داری؟ این دختر تازه راه رفتن رو یاد گرفته. همین دیروز بود که خودم واسش دوچرخه خریدم، پوشکشو عوض میکردم. تو با دختر کوچولوی من چه غلطی داری میکنی؟ دختر کوچولوی من چه گناهی داره؟ منو نگاه کن، منو نگاه کن، به من نگاه کن کثافت. برگرد. خواهش میکنم ولم کنین، خواهش میکنم بابا تو رو خدا نزنش بابا، ولش کن، خواهش میکنم ولم کنین، خواهش میکنم ولم کنین بابا. سرتو بیار بالا، بیار بالا، منو نگاه. خواهش میکنم ولم کنین، خواهش میکنم تو رو خدا ولم کنین، خواهش میکنم ولم کن. اینا برای تو کمه. نیازی چاوش، اینو ورداریم ببرینش سوله. منتظر باشید تا منم بیام. پاشو ببینم، پاشا آبیافت. طولگان ولم کنین، طولگان برو تو. خواهش میکنم ولم کنین، خواهش میکنم طولگان منو ولم کن. رستم، تو داری دندونتو مسواک میزنی؟ آره، از این به بعد هر روز مسواک میزنم. میخوام به خودم برسم. دندونت که سالم باشه بدنت هم سالم میره. بدن سالم. میخوای به خودت برسی؟ چقدر بامزه‌ای. کجا داری میری رستم ها؟ با دوستم قرار دارم. دوست؟ تو دوستم داری آره؟ بله، ما هم طرفدارای خودمونو داریم الفت. همه که مثل تو از من چندششون نمیشه. راستی گفتی میخوای از من جدا بشی. هر وقت بخوای میتونی ازم جدا بشی. منم دیگه از تو خوشم نمیاد. نزدیکتم نمیشم. چی میگه این؟ واقعا چه شده؟ رستم، عصاتو با خودت نمیبری؟ این چه شده ها؟ از عوارض میانسالی مامان افسرده شدی. نه این یه چیزی شده. این اواخر خیلی به خودش مینازه. آخیش از دستش خلاص شدم. دخترم. بابا خوش اومدی دخترم. دلم خیلی برات تنگ شد. ممنونم بابا جونم، منم همینطور. کجا به سلامتی انقدر خوشتیپ کردی ها؟ بابا گفتم کجا میری؟ گفتم با بچه های کارخونه بریم یه غذایی بخوریم. آها
خوبه، حالا هوا عوض میشه. این ماشین مال کیه بابا؟ کارای مادرت دیگه دخترم. مامانینا خونه؟ چقدر خوشتیپ شدین آقا رستم. بفرمایین. منم چند تا غذای ساده درست کردم، با هم دیگه میخوریم. تو رو خدا خجالت نکشین، ناراحت میشم. بیاین. اون نامه ها رو چند فروختی؟ ماشینی که دم در هم آقا عباس خریده؟ نه دخترم، میدونی چند تا سفته بابت اون دادم؟ چند فروختیشون؟ آبجی ملیحا اون نامه ها رو پیدا کرد، اون با آقا عباس فروختشون. دختر بچه است دیگه، نمیفهمه چی میگه دخترم. تو چی کار کردی آبجی؟ من به خاطر تو با آقا عادل ازدواج کردم، از همه چیز گذشتم، فقط واسه این که تو درس بخونی، واسه این که تو مثل من نشی. تو چطور میتونی این کارو با من بکنی؟ من به خاطر تو از زندگیم گذشتم ملیحا. این بازی رو تمومش کن. نونه تو که حسابی تو روغنی داری، تو امارات به اون خوبی زندگی میکنی. لباساتو ببین، یه نگاه به خودت بنداز، این پالتو رو ببین، با این پالتو 2 ماه زندگیمون رو میچرخونی. نمیفهمی؟ حالا روزمون رو ببین، ما اینجا داریم تو بدبختی میپوسیم. ملیحا، از دست این رفتارهای مغرور و با حیات خسته شدم. تو مگه قضیه سرهاتو از ما مخفی نکرده بودی؟ دختر عزیز با حیا و با عفت خانواده، ما خوب میدونیم تو چجور آدمی هستی. زمرد، بگیر ملیحا، بگیرشون آبجی. بگیرشون، همش مال تو. زمرد دخترم، من هیچی نمیخوام، همشون مال تو. دخترم زمرد، دخترم. ایش، ای وای. میگم ملیحا، خیلی خوب دختر، خیلی خوب. تموم شد دخترم، تموم شد. گریه نکن دختر، گریه نکن دخترم. من دلم طاقت نمیاره تو اینجوری گریه کنی. به خدا نمیتونم تحمل کنم، نمیتونم با خیال راحت بشینم. ای خدا، میخوای برات کباب سفارش بدم دخترم؟ خیلی خوب دخترم، خیلی خوب. به خدا من دلم طاقت نمیاره تو رو اینجوری ببینم. ای خدا. یه کاری کن، تو رو خدا یه کاری کن آبجی. تو رو خدا یه کاری کن، من نمیخوام ازدواج کنم آبجی. تو رو خدا فقط تو میتونی نجاتم بدی. تو رو خدا یه کاری کن. بمیرم برات آبجی جون، بمیرم برات. همه چی تموم شد آبجی، یه کاری کن. تو رو خدا من نمیخوام ازدواج کنم.
تو پیاده شو. بابا میخوای با طولگاهان چی کار کنی؟ کاری نمی کنم دخترم. تو الان دیگه عقلش سر جاش اومده، حساب کار دستش اومده، دیگه مزاحمت نمیشه. پس کجا بردینش؟ نگران نباش، بردنش بیمارستان. شاید من نمیتونم نشون بدم، ولی تو لطیف همه چیز منی. میدونم نمیتونم خشممو کنترل کنم. بعضی وقتا به خودم میگم تو چقدر بیرحمی عباس، ولی تو لطیف دلیل زندگی منی دخترم. شاید من وقتی بچه بودم مادر و پدرم دوستم نداشتن، مثل من نتونستن عشقشون رو نشون بدن، ولی من تو رو دوست دارم دخترم. شاید تو هم منو دوست نداشته باشی، هیچ کسی منو دوست نداره، ولی من تو رو دوست دارم. بیا اینجا بابا. دختر گلم، خیلی خوب، برو مامانتو منتظر نذار، اون نگرانته. برو دیگه، بجو. کجایی تو دخترم؟ محض رضای خدا بگو کجایی؟ دخترم عزیزم، قربونت برم. خوبی؟ خوبم. ماما میدونی بابا چی کار کرد؟ دخترم چی داری به مامانت میگی؟ ببین بهت قول دادم نوجهان، گفتم دخترتو برمیگردونم. ببین برش گردوندم. خانواده و بچه های من واسم خیلی با ارزشن، نمیذارم یه مو از سرشون کم بشه. خیلی خوب عزیزم، حالا تو هم دست از لجبازی بردار و برگرد خونت. دخترم تو برو تو اتاق ما، من یکم دیگه میام. عزیزم برو. من وقتی اومدم به این عمارت 18 سالم بود، بچه بودم. تو این عمارت چشمام باز شد، تو این عمارت بزرگ شدم، خیلی عاشقت شدم، خیلی دوستت داشتم، ولی تو اصلا ندیدی. همیشه به اطرافیانت گله میکنی که هیچ کس واقعا منو دوست نداره. میدونی واقعیت چیه عباس؟ تو خودتو دوست نداری. همیشه اطرافیانتو تحقیر میکنی، همیشه میخوای با پول همه چی داشته باشی. دقیقا مثل همون دختر 18 ساله، همونی که خودشو از پرتگاه انداخت پایین و خودکشی کرد. آره مثل اون. تو این از کجا میدونی؟ چه اهمیتی داره عباس؟ این تویی که از خودت متنفری. همیشه یه امیدی داشتم، میگفتم شاید جدا نشیم، ولی امروز تموم شد. امروز مثل اون دختری که خودشو انداخت پایین و مرد، مثل خواهر ثانی خانم، همه امیدای منم مردن. این کارو نکن نوجهان. تصمیمم قطعیه، هیچ وقت تو رو نمیبخشم. یکم دیگه ما بقیه وسایل و دخترم رو برمیدارم و از این عمارت میرم. دیگه هیچ وقتم بر نمیگردم. نرو نوجهان، نرو. قضیه ثانیه و آیا رو کی به گوش نوجهان رسون؟ کی زیر پاش نشست؟ سرحاد کار تو بود داره همون جون؟
بخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس مدیا انترتینمنت. سخنجان خیر باشه. چه خبر شده؟ از خونه فرار میکنی و میری؟ تنها بذار آبجی فتنت. منو ببین دختر، مامان و بابات به خاطر تو دارن دعوا میکنن. تعریف کن ببینم. ولم کن دیگه، الان اصلا حوصلتو ندارم. خیر باشه، تو واسه چی سرم داد میزنی؟ میدونی چند سال ازت بزرگترم؟ تو چقدر زن بیشوری هستی. دست از سرم بردار، بهت گفتم برو بیرون. ببین دختر، تو نمیتونی با من اینجوری حرف بزنی و اینجوری رفتار کنی. من زن عباسم. برو بابا، همش میگه من زنشم. همه تو این امارت خوب میدونن تو چی هستی. زود باش از این اتاق برو بیرون، زود باش برو. تقصیر منه که درد تو پرسیدم. کوتوله زبونش مثل مامانش نیش داره. گم شو برو بیرون، گم شو برو دیگه. ما به تو یه جون بدهکاریم دخترم. به تو دین حیثیتی داریم. ای بابا، این اینجا چی کار میکنه آخه؟ من همه چی میدونم عباس. سرهاد، دخترم ثانیه رو ببر خونش، دیرش شده. باشه مامان بزرگ. خدا نگهدارتون باشه مامان عزیمت. شبت بخیر دخترم، به زودی میبینمت. مامان، سخندان رو پیدا کردم و آوردم. هیچ کس نمیتونه ناموس دختر منو لکه دار کنه. مامان تو حواست به ناموس دختر خودت هست، ولی راحت ناموس یه دختری همسن و سال دختر خودتو لکه دار کردی. اون دختر گناه نداشت، خواهرش گناه نداشت. برات متاسفم. خدا ازت راضی باشه. درد و غممو به گوش بقیه رسوندی، از اویام حمایت کردی. همه چیز درست میشه، حالا میبینی. دلت آروم باشه. این کارو با من نکن سرات، این کارو با من نکن. خودت خواستی زمرد، خودت این بذرای مسمومو کاشتی. تو هم باید مثل من درختای نفرتی که بینمون رشد میکنن و تماشا کنی. ببین عروس،
راستشو بخوای از روزی که پاتو گذاشتی تو این عمارت اصلا ازت خوشم نیومد. ولی تو کمکم کردی. ممنونم اون دوست وکیل تو برام پیدا کردی. منم یه دینی به گردنت دارم. میگم که بدونی به مردای این خانواده نمیشه اعتماد کرد. اینا در اولین فرصت سر تابو میارن. یادت بمونه، هیچ وقت فراموش نکن. بعدم میگی زنمون نوجهان بهم گفته بود. به سلامت. تو چطور این کارو کردی عباس؟ چطور این کارو کردی عباس؟ من تو رو اینجوری تربیت کرده بودم عباس. من برای همه از اخلاق و حیا و عفت حرف زدم عباس. تو چطور میتونی زندگی این جوون رو سیاه کنی عباس؟ مامان اونجوری نگو ماما. تازه چطور تونستی تو چشمای سرات نگاه کنی و بهش تهمت بزنی، افترا بزنی؟ چطور تونستی همچین شکی به دل من بندازی عباس؟ عباس، وای عباس، ما چمون شد عباس؟ به چه روزی افتادیم عباس؟ چی شد عباس؟ هیچ کس بی جواب نمیمونه. خدا هیچی را بی جواب نمیذاره. هر کی برات عزیزتر باشه با اون امتحان میشی. خدا هیچی را بی مجازات نمیذاره عباس. خدایا خودت کمک کن. خدایا خودت کمک کن. ای خدا خدایا. اسمت خانم خوبین؟ حالتون خوبه؟ دونه ما چمون شد دونه. چی شده چاوش؟ آقا عباس باید همین الان بیاید اینجا. باز دوباره چی شده؟ در مورد آبجی سخندانه. آبجی سخندانه چی شده؟ آقا باید زود بیاید اینجا، مسئله ناموسیه. اون کثافت با دختر من چی کار کرده؟ دخترم نمیخوای تعریف کنی؟ چیو ماما؟ خب همین که کجا فرار کردی، بابات کجا پیدات کرد؟ با یکی از دوستان بودم. کدوم دوستت؟ میشناسمش؟ کدوم دوستت؟ طولگاهانه ماما. تو دیوونه شدی دخترم؟ بابات میکشتت، هم تو رو هم اون طولگاهانو. بابا خواهش میکنم نزنش. بابا ولش کن. خواهش میکنم ولم کنی. خواهش میکنم ولم کنی. طولگاهان ولم کن. طولگاهان ولم کنین. خواهش میکنم. واقعا میکشتش مامان.
مامان بابا همچین کاری میکنه. همینجوری گفتم دخترم، چرت و پرت نگو دیگه. هیچ کس تا حالا با من اینطوری رفتار نکرده بود. همه سعی کردن ازم سوء استفاده کنن، همه خواستن خوردم کنن، ولی تو اینطوری نیستی. از این به بعد تو جون منی، خون منی. از این به بعد تو پدر منی، بزرگترمی. خدا سایه تو رو از سرم کم نکنه. نکن. من باید دست تو رو ببوسم. به خدا میسپارمت. دونه؟ چی شده؟ عظیمت خانم حالش خوب نیست. ممنون دونه، ممنون عزیزم. دونه برید حموم آماده کنید. میخوام عزیمت خانمو بشورم. یکم آروم میشه، براش خوبه.